بهروز تقوی‌زاده عضو فعال سازمان اپوزیسیونی فعلا در تاجیکستان ممنوع گروه 24 و مجری برنامه ویدیویی صدای مردم میگوید مقامات تاجیکستان به برگزاری توی ازدواج برادر خردیش اجازت ندادند. بهروز تقوی‌زاده روز 6 دکمبر سال 2022 در صحبت با پایگاه خبری بامداد گفت برادرش 25 سال داشته، ربطی به یگان فعالیت‌های سیاسی ندارد و در یک بیمارستان کار میکند. او افزود برگزاری توی برادرش را در حال اجازت ندادند که اهل خانواده آنها قبلا رازیگی مقامات را گرفته روز توی را الکی 11 دکمبر مقرر کرده بودند و قرض و قواله زیاد کرده مسئله توی را هم الکی خریداری کردند. بهروز تقوی‌زاده این عمل مقامات را یک قانون شکنی روی راست و پایمال کردن حقوق انسان نامید و گفت نزدیکانش رسما به دستگاه پرزیدنت تاجیکستان شکایت کردند. اهل خانواده بهروز تقوی‌زاده در دهه شیخان جماعت راحتی نویه رودکی زندگی میکنند و پدرش آموزگار مکتب است. مقامات تا کنون این شکایت این فعال مخالفین را یگان شرح ندادند، ولی بنا به نقل بهروز تقوی‌زاده پدر و مادرش از قبل به مقامات مراجعت کرده بودند که نیت خانه‌دار کردن فرزند خردیشان را دارند. آیا اجازت است که توی کنند؟ او میگوید اول راضی شدند و گفتند که شما شهروند آزادید، ولی روز شنبه 3 دکمبر وقتی که برای گرفتن اجازتنامه توی به بخش تنظیم جماعت راحتی مراجعت کردند، آنجا گفتند که به امنیت باید بروید. در ریاست امنیت شهر دوشنبه که نزدیکان من روز دوشنبه 5 دکمبر آنجا رفتند، شرط گذاشتند که باید اول بهروز یک ویدیو ثبت و نشر کرده در آن از ادامه پیش بردن برنامه صدای مردم دست بکشد و ما تنها بعد این به توی دودرش اجازت میدیم. بهروز تقوی‌زاده میگوید این طلب را قطعا رد کرد و مقامات امنیتی گفتند که در این صورت به برگزاری توی اجازت نمیدهند. این فعال مخالفین گفت از شنیدن این خبر احوال مادرش که از فشار بلند خون اذیت میکشد بد شده است و او را به بیمارستان بردند. بهروز تقوی‌زاده از سال 2015 عضو گروه 24 بوده، سال 2017 به اروپا پناه آورد و سال 2016 مجری برنامه صدای مردم که یک برنامه اطلاعاتی گروه 24 است. بهروز تقوی‌زاده در این برنامه آشکارا از حکومت تاجیکستان انتقاد میکند. او میگوید نزدیکانش در تاجیکستان چند سال باز تحت فشار قرار دارند و پدرشان را چندین بار مجبور کردند که به ضد او در ویدیو صحبت کند. سازمان‌های حامی حقوق مقامات تاجیکستان را به آن ایبدار میکنند که خویشاوندان منتقدان و مخالفین سیاسی خود را نیز انتقام جویانه تحت تعقیب قرار میدهند.